آخرین باری که 1 ساعت کامل بدون چک کردن گوشیت گذروندی کی بود؟ یادته؟ یا شاید اصلا همچین چیزی یادت نمیاد؟ مغز ما طی هزاران سال یاد گرفته آروم فکر کنه. تو طبیعت، تو دل قبیله ها، وقتی خبری از اینترنت نبود، اون وقتها تمرکز یه چیز ضروری بود برای شکار کردن، پنهون شدن یا حتی برای شنیدن صدای قدم‌های یه خطر. ولی حالا ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که همه چی فوریه. پیام‌ها، اعلان‌ها، لایک‌ها، حتی خبرها، همه چی فوری، تند و پشت سر هم. تحقیقات نشون داده که وقتی ما مدام وسط کارمون یه پیام یا اعلان میاد، مغزمون هر 25 دقیقه طول میکشه تا دوباره تمرکزش رو به دست بیاره. این یعنی چی؟ یعنی بیشتر وقت روزمون رو با یه حواس نصف نیمه زندگی میکنیم. تو این دنیا ما انگار هر لحظه باید آنلاین باشیم. نکنه یکی پیام داده باشه، نکنه یه اتفاقی افتاده باشه و ما ازش عقب مونده باشیم. به این میگن فومو، یعنی ترس از عقب افتادن. یه تحقیق جالب نشون داده که آدم‌ها حتی وقتی صدای ویبره گوشیشون رو میشنون سطح اضطرابشون بالا میره. یعنی هنوز نخوندی پیامو ولی بدنت داره واکنششون میده. این فشار دائمی باعث میشه لذت بردن از لحظه‌های ساده سخت بشه. یه پیاده روی ساده، یه فنجون چای یا حتی دیدن صورت یه دوست. اینا میتونن قشنگ باشن اگه ذهنمون اونجا باشه، ولی خیلی وقتها نیست. حالا سوال اینه، باید کل تکنولوژی رو بذاریم کنار؟ نه، ما دشمن گوشی نیستیم، ولی مثل هر ابزار دیگه باید بلد باشیم چطور درست ازش استفاده کنیم. اینجا چند تا راه ساده است که میتونه کمکمون کنه. روزی نیم ساعت گوشی رو بذار کنار، به خصوص صبح یا قبل خواب. اعلان‌های غیر ضروری رو خاموش کن. از تکنیک‌هایی مثل تایم بلاکینگ استفاده کن، یعنی زمان مشخص برای کار، زمان مشخص برای استراحت. هر هفته یه دیجیتال دیتاکس داشته باش، حتی اگه فقط 1 ساعت باشه. مدیتیشن یا حتی چند نفس عمیق توی روز هم میتونه کمک کنه تا ذهنت رو برگردونی به لحظه حال. ما توی یه دنیا سریع زندگی میکنیم، ولی دلیل نمیشه ذهنمون همینقدر شلوغ و ناآروم باشه. بیایید گاهی آرومتر شیم، بیایید یکم سکوت کنیم، بیایید یادمون بیاد که ذهن ما هنوز هم ذهنیه که برای زندگی تو طبیعت ساخته شده، نه فقط برای نوتیفیکشن های هر 5 ثانیه یک بار. و باز هم یه سوال، آخرین باری که بدون چک کردن گوشیت از یه لحظه لذت بردی کی بود؟